سلام خدمت سگ دوست عزیز. همینطور که میبینید یه قلاده دیگه آماده شده. رنگ عسلی، چرم گاو میشه درجه 1، چرم رویه دار. همینطور که میبینید یه رویه صاف و بسیار تمیز داره. 40 تا میخ برنجی 2 سانت و نیم دوستان خورده روی این قلاده. 40 تا ستاره استیل رنگ طلایی خورده که زنگ نمیزنه و باعث میشه که تمام میخا مقاوم بشه. این میخا هم دوستان، یکی از دوستان سوال میکرد با چی اتصال میدین. پیچ میخوره زیر تمام این میخا، یه پیچ و یه واشر هست. این رو هم این ستاره ها به عنوان واشر استفاده میشه. داخل این میخا هم چسب 1-2-3 میخوره که به مرور زمان باز نشه و یه کار بسیار مقاوم هست. اگر چسب 1-2-3 نزنن همکاران و کسایی که کار قلاده است، بعد از یه مدتی این میخا باز میشه و میفته که گم میشه و باعث میشه قلاده زشت بشه. دور تا دور دوستان همونطور که میبینید نخ موم خورده دوغ خورده دوستان. با نخ موم خورده کار دسته، تک تک این سوراخ ها با دست خورده دوستان و یه کار زمانبر هست. اتصالات همونطور که میبینید پیچ و مهره که باعث میشه مقاوم باشه. پرداخت لبه، رنگ لبه خورده دوستان، سنباده کشی شده، بعد رنگ لبه خورده. هرزگردون مقاوم، سیک پنسان، آستر اشپالت گاوی که این چسب رو میتونین زمانی که خرید کردین بکنین روش. و همینطور که میبینید 4 تا قورچه شیر و خورشید برنجی، یک کار بسیار شکیل شده که 100% کار دست دوستان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.